به نام خداوند جان و خرد. رادیو مهر تقدیم می کند برنامه‌ای که در آن میشنوید صدای بارش باران بهار و احساس میکنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه‌تان پرمهر. السلام علیکم شنوندگان عزیز، پدر و مادرهای گرامی، من سیده عبدالله‌زاده هستم. با برنامه کاشانه مهر همراه شما خواهم بود. امروز هم با یک موضوع بسیار خوب و مهم درباره تربیت کودک در خدمت شما همدیاران هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. گاهی وقتها بزرگترها، پدر و مادرها، مربیان، معلمان با عنوان دروغ مصلحت آمیز به بچه ها دروغ می گویند و بر اساس ضرب المثل دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز عمل می کنند. فکر می کنند که بعضی از چیزها را نباید به بچه ها گفت. پس به جای آن یک چیزی دروغ بگوییم، مصلحت را همین طور تمام کنیم بهتر است. اما مشکل این است که کودک دروغ مصلحت آمیز را نمی فهمد. بلکه برای کودک دروغ است و راست. کودک هنوز درکی از مصلحت و دروغ مصلحت آمیز را ندارد. پس نباید در هیچ شرایطی برای کودک دروغ بگوییم. چون که اگر دروغ گفتن برای او عادی شود، در این صورت ما دیگر نمی توانیم با کودکمان رابطه خوب و مؤثری داشته باشیم. کودکان میوه ها و ثمره زندگی و نوانهال باغ‌های زندگی ما هستند. پس در تربیت آنها به بهترین شکل بکوشیم. برای پدر مادر لذت بهتر از این نیست که دستان خردک نرم فرزند بر گردنشان حلقه شود. فرزندان را خالصانه در آغوش بگیرید و تمام محبت واقعی را در محیط خانه به آنان بچشانید. درست‌ترین راه تربیت تشویق کودک است و بهترین تشویق برای کودک همین تشویق عاطفی، ابراز مهر و محبت پدری و مادری است. وقتی فرزندتان کاری خوبی انجام داد، او را در آغوش بگیرید، ببوسید، نوازشش کنید و او را تحسین کنید. وقتی او در آغوش شماست، همه دنیای او شما هستید. پس تا وقتی او تمایل دارد اجازه دهید در آغوشتان بماند و هرگز نگویید بس است، دیگر برو، کار دارم.
هرگز او را پس نزنید. همینجا یک نکته مهم را باید یادآور شویم و آن این است که هرگز فکر نکنید که فرزندمان کلان شده است و دیگر احتیاجی به نوازش کردن آغوش گرفتن نیست، بلکه فرزند نورس و نوجوان بیشتر احتیاج به محبت و نوازش پدر و مادر دارد. در روایت آمده است که روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حلقه صحابگان نشسته بودند و همین وقت نبیرشان امام حسین که آن وقت کودکی 5 ساله بودند دوان به مسجد در آمدند و پیش بابایشان نشستند. پیامبر با محبت امام حسین را نوازش کردند و به آغوش گرفتند و بوسیدند. یکی از صحابگان وقتی این کار پیامبر را دید گفت: به انسان بزرگ مثل شما این کارها زیبنده نیست. من هیچ وقت هیچ کدام از فرزندانم را نه نوازش می کنم نه می بوسم. پیامبر خدا که یک شخص مهربان و همیشه در لبشان تبسم بود، در این لحظه خشمگین شدند: تو از رحمت خداوند بی نصیب هستی. همین داستان به ما نشان می دهد که تربیت در مهربانی خلاصه می شود. در تربیت فرزندمان با محبت و مهربانی رفتار کنیم و با آشکار نمودن عشق و علاقه من به آنان نشان دهیم که همیشه همراهشان هستیم. همدیاران گرامی، همینجا برنامه کاشانه مهر را به پایان برده برای همه شما و فرزندان عزیزتان خوشنودی و سلامتی را تمنا داریم.